یه لیف فانتزی خوشگل برات آوردم که بافتش قوقا میکنه. میتونی ازش کلی کسب درآمد کنی چون یه کار تک فانتزی و خاص داری میبافی. سلام، افسانه یوسفی هستم، مربی بافتنی و امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک لیف آناناسی و فانتزی زیبا که بافت خیلی راحتی داره و خیلی هم براتون پول سازه. امروز میخوایم این کار زیبا رو با همدیگه رج به رج ببافیم و یاد بگیریم. همین اول کار رو لایک کن، سیف کن و بفرست برای دوستان هنرمندت. حالا بیا بریم با همدیگه این کار زیبا رو ببینیم، ببافیم و از بافتش کلی هم لذت ببریم. بافت این کار زیبا من از کاموای اکریل تاب در 2 رنگ و قلاب شماره 12 استفاده می کنم. برای شروع کار یک گره خفت می زنم و 60 تا زنجیره می بافم. حالا انتها و ابتدای زنجیره ها رو به هم دیگه اتصال میدم. زنجیره ها رو صاف می کنم، مرتب می کنم و اتصال رو با یک پایه بست انجام میدم. کارم به این صورت گرد میشه. حالا میام 3 زنجیره میزنم، معادل اولین پایه بلندم. وارد فضای حلقه میشم. ببینید این داخل وارد میشم، یک پایه بلند کنارش میبافم. 2 زنجیره میزنم و دوباره 2 تا پایه بلند داخل همین فضا میبافم. از این دسته های دوتایی باید 16 تا داشته باشم. پس 16 تا دسته دوتایی که ما بینشون دو تا زنجیره هست میبافم دور تا دور داخل این حلقه. دور تا دور تو فضای حلقه دسته های دوتایی بافتم که ما بینش 2 تا زنجیره داره. دسته ها به این صورت جمع میشه یه جا، با دستم مرتبشون میکنم تا برسه به انتهای حلقه. به این صورت هر کدوم رو سر جای خودش قرار میدم. حالا میام انتهای کار 2 تا زنجیره رو فراموش نمی کنم و به 3مین زنجیره از پایه اول اتصالم رو با یک پایه بست شکل میدم. میرم برای بافت رج دوم. برای بافت رج دوم چون میخوام از این وسط کار رو شروع کنم، این قسمت آخر رو میام و با یک پایه متوسط اتصال رو شکل میدم که بیفتم این قسمت وسط. نخ سر قلاب میام این قسمت توی 3مین زنجیره از پایه اول یک نخ میکشم و این 3 تا نخ رو با هم دیگه یکی میکنم، یک پایه متوسط میبافم. حالا هم اتصال رو شکل دادم، هم افتادم برای رج بعد این قسمت وسط فضای زنجیره‌ای. از همین قسمتی که هستم میام 1 2 3 زنجیره میزنم، کنارش یک پایه بلند دیگه میبافم. دوباره 2 زنجیره میرم تو فضای زنجیره‌ای از رج قبل، 2 پایه بلند دیگه توی این فضا میبافم و توی رج 2 همین بافت رو تکرار میکنم. 2 زنجیره ما بین پایه ها تو فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم دور تا انتهای رج و همین بافت رو 8 رج باید تکرار کنم. 2 رج بافتم، 6 رج دیگه میبافم تا دسته لیفم رو شکل بده. پس به همین صورت ما بین فضاهای زنجیره 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 8 رج میبافیم و برمیگردیم. کل بافت دستمون باید 8 رج باشه. ببافیم. 8 رج بافت دسته رو به صورت گرد بافی بافتم، 2 پایه بلند، 2 زنجیره. اتصال کار رو هم هر رج باید انجام بدید. دوباره اینجا براتون تکرار میکنم. تو فضای آخر یک نخ میندازم سر قلاب، تو 3مین زنجیره از پایه اولم قلاب رو وارد میکنم، یک نخ میکشم بیرون و هر 3 تا نخی که سر قلاب هست رو همه رو با هم یکی میکنم. دسته کار رو بافتیم. بلندای دسته لیف میتونه از این هم بلندتر باشه، به سلیقه شما بستگی داره، ولی خب ژورنالی و
اندازه ژورنالیش همین قدره. این لیف دوستان دقت کنید یک لیف فانتزی هستش که اصلا به درد آقایون نمیخوره و این لیف فقط برای اینه که به خاطر قشنگی که داره برای هدیه دادن یا روی جهیزیه عروس خانم ها این کار زیبا رو بذاریم و جهیزیه رو زیباتر کنیم. یک لیف زنونه هست، کاملا برای دستهای ظریف و زنونه به درد میخوره. از دنبال این نباشید که این کار رو خیلی بزرگ ببافید یا برای آقایون ببافید. این کار فقط مال مخصوص خانم هاست و به درد جهیزیه و هدیه دادن میخوره. یک لیف فانتزی فوق العاده زیباست. خب پس توی یک سایز متوسط این کار رو میبافیم. تا اینجا دسته لیف رو بافتم. حالا میخوام گل کار و این قسمت پایین و آناناسی کار رو ببافم. این لیف هیچ درزی نداره، به صورت گرد بافته میشه. یک آناناس جلوی کار و یک آناناس پشت کار قراره که با همدیگه ایجاد کنیم. همینجا که اتصال رو انجام دادم 2 تا پایه بلند میبافم. این پایه به پایه صدفی قراره تبدیل بشه، چون ابتدای کار الان نیمش رو میبافم و نیم دیگر رو در انتهای رشک که رسیدم به اینجا کاملش میکنم و میبافم. 2 زنجیره میزنم، 3 زنجیره میزنم و تو فضای بعد توی این قسمت یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 زنجیره، تو فضای بعدی زنجیره ها یک پایه کوتاه، یک مرتبه دیگه دوباره 3 زنجیره میزنم و تو فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. ببینید از این قسمت که جای پایه صدفی رو گذاشتم 1 2 3 مرتبه تو 3 تا فضا پایه کوتاه بافتم، 3 زنجیره زدم و پایه کوتاه بافتم. حالا این قسمت آناناسی رو میخوام جاش رو اینجا بذارم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 5 تا زنجیره میزنم، همینجا تو همین پایه برمیگردم و یک پایه کوتاه میزنم تو همین فضای زنجیره. این 5 تا زنجیره جای آناناسمون هستش. دوباره قرینه این سمت رو این سمت باید انجام بدم. 3 زنجیره میزنم تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و تو فضای بعدی میام و دسته صدفیم رو میبافم. تو این فضا دسته صدفی رو باید ببافم. 2 پایه بلند، 1 زنجیره و 2 پایه بلند رو توی همین فضا میبافم. ببینید از این قسمتی که برای آناناس جا گذاشتم 1 2 ببینید یه پایه کوتاه اینجا 1 2 3 تا پایه کوتاه زدم دقیقا مثل همین سمت 1 2 3. این نیمی از کار ماست. ببینید از این پایه صدفی تا این پایه صدفی میشه روی کار. حالا برای پشت کار هم باید دقیقاً قرینه همین کار رو انجام بدیم. کار رو برمیگردونم، 3 زنجیره میزنم 1 2 3. یک فضا رو رها میکنم. تو فضای بعدی یک پایه صدفی میبافم. 2 پایه بلند، 1 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه توی همین فضا. یک پایه صدفی رو بافتم. حالا میام 3 زنجیره دقیقاً مثل اون سمت تو فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه. 1 2 3 زنجیره تو فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه. 1 2 3 زنجیره تو فضای بعدی یک پایه کوتاه رو میبافم. حالا رسیدم دقیقاً روبروی اینجا که جای آناناس رو باید بذارم. میام 5 تا زنجیره میزنم 1 2 3 4 و 5. برمیگردم تو همین فضا و پایه کوتاه رو میبافم. دوباره 1 2 3 زنجیره تو فضای بعد پایه کوتاه. 1 2 3 زنجیره تو فضای بعدی هم پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 زنجیره و نوبت رسید به پایه صدفیم. توی این فضا پایه صدفیم رو میبافم. 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه توی همین فضا. ببینید بعد از اینکه جای آناناس رو گذاشتم پایه کوتاه اول رو توی همین فضا زدم.
این پایه کوتاه بعدی و این هم پایه کوتاه سومی. دقیقاً قرینه همین سمت رو این سمت هم بافتم. بعد اومدم اینجا پایه صدفی رو اجرا کردم و رسیدم انتهای رج. اون سمتم ببینید یک فضا رو خالی گذاشته بودم، ما بین صدفی ها نبافته بودم. اینجا هم الان این فضا رو کار ندارم، میام 3 زنجیره میزنم و میام اینجا این پایه صدفی رو که نیمه بافته بودم کامل میکنم. 2 تا پایه بلند توی این فضا میبافم و با پایه متوسط این رو به هم دیگه اتصال میدم. نخسر قلاب تو سومین زنجیره از پایه اول وارد میشم و هر 3 نخ رو با هم یکی میکنم. ببینید جای گل رو اینجا ایجاد کردم. دیگه بعد این کارمون فوق‌العاده راحته. این رج رو با دقت نگاه کنید، کامل جای گل هامون رو بذاریم، جای آناناس ها رو ایجاد کنیم و بیایم برای ادامه آموزش. حالا دیگه از این رج میخوام شروع کنم به بافت حاشیه ها و آناناس هم این قسمت وسط. همین جایی که هستم دوباره 2 تا پایه بلند میبافم به عنوان اولین پایه صدفیم. نیمش رو الان میبافم، نیمش رو مثل همین رجی که بهتون الان رج قبل نشون دادم. پایان کار میام و این صدفی رو کامل میکنم. 3 زنجیره میزنم، 5 زنجیره میزنم، اینجا 3 تا زنجیره کم میشه. 5 زنجیره میزنم. با این فضای اول کار ندارم. این فضای وسط زنجیره ها 3 تا بود دیگه. تو این فضای وسط یک پایه کوتاه میبافم. حالا نخو میندازم سر قلاب، مستقیم میرم تو این فضایی که میخوام آناناس رو براش ایجاد کنم. توی این فضا 14 تا پایه بلند باید ببافم. 14 پایه بلند تو این فضا برای آناناس هم ایجاد میکنم. 14 پایه بلند رو بافتم. ببینید این قسمت اول آناناسمون هستش. حالا میام دوباره ببخشید اینجا زنجیره ندارم، میام مستقیم تو این فضای وسط، این قسمت رو کار ندارم، تو این فضای وسط زنجیره ها و یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا فضای زنجیره‌ای داشتم، تو فضای وسط یک پایه کوتاه. حالا 1 2 3 4 و 5 زنجیره و میام سر پایه صدفی و یک پایه صدفی رو اینجا میبافم. 2 پایه بلند، 1 زنجیره و تو همین فضا 2 پایه بلند دیگه بافتم. ببینید یک سمت کار من ایجاد شد. این حاشیه های دورش و این هم جای صدفی که داره باز میشه، جای آناناسیمون که مشخص شد. حالا قرینه این کار رو برای این سمت کار هم باید انجام بدم. 3 زنجیره میزنم، 1 2 3 و قرینه این ور هم همون کارهایی که اون ور انجام دادم رو باید انجام بدم. این قسمت پشت لیفمون هست. میام یک پایه صدفی همینجا داخل این پایه صدفی از رج قبلم میبافم. 5 تا زنجیره میزنم و ببینید اینجا 3 تا فضا دارم، 3 تا فضای زنجیره‌ای. تو فضای وسط وارد میشم، یک پایه کوتاه. حالا نخسر قلاب مستقیم میام این قسمتی که 5 تا زنجیره گذاشته بودم برای جای آناناسم و اینجا 14 پایه بلند میبافم. توی این فضا 14 پایه بلند برای قسمت آناناس میبافم. 14 تا پایه بلند توی این فضای 5 زنجیره‌ای بافتم. حالا میام بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم، اینجا ببینید 3 تا فضا دارم. تو فضای وسط زنجیره‌ای وارد میشم و 1 2 یک پایه کوتاه میبافم، 3 4 و 5 زنجیره میزنم، خودم رو میرسونم به این پایه صدفی و روی این پایه صدفی یک پایه صدفی دیگه میبافم. 2 پایه بلند، 1 زنجیره و توی همین فضا 2 پایه بلند دیگه. 3 زنجیره میزنم و میام این قسمت اینجا که پایه صدفیم ابتدای کار نیمه مونده بود رو کامل میکنم. 2 تا پایه بلند میبافم و با یک پایه متوسط اتصالم رو اینجا انجام میدم. ببینید کارمون به این شکل در اومد.
این دوتا حاشیه برای این سمت یک دونه آناناس و این قسمت هم دقیقاً به همین شکله. دوتا حاشیه برای بغل و یک آناناس این قسمت وسط قراره با هم ببافیم. هر دو سمت کار قرینه و دقیقاً مثل همدیگه هستن. حالا از اینجا شروع میکنم به بافت رج بعدی. دوباره دوتا پایه میزنم برای صدفی این رجم. 1 2 3. توی این رج 3 تا زنجیره میزنم و خودم رو مستقیم میرسونم به این آناناس. از این قسمت ما بین پایه ها از اینجا وارد میشم، پایه بلند میبافم. 1 پایه بلند 1 زنجیره. ما بین تمام پایه ها 1 پایه بلند و 1 زنجیره. توی این رج تعداد این پایه ها میشه 13 تا دونه که ما بین هر کدوم هم 1 زنجیره داریم. ببینید به این صورت میبافم دور تا دور این قسمت آناناس رو تا برسم به انتهای پایه ها. 1 پایه بلند 1 زنجیره. 13 پایه بلند که ما بین هر کدوم یه تک زنجیره زدم رو بافتم. حالا میام 3 زنجیره میزنم و میام مستقیم توی این پایه صدفی و پایه صدفیم رو میبافم. 2 پایه بلند 1 زنجیره و 2 پایه بلند داخل فضای صدفی میبافم. 1 سمت کار رو انجام دادم و دقیقاً همین کار رو باید برای پشت کار هم انجام بدم. این 3 زنجیره مابین رو میبافم و میام تو این فضای صدفی. دوباره پایه صدفیم رو میزنم و بعد اینکه پایه صدفی رو بافتم 3 زنجیره و میرسم به پایه آناناسیم. توی این پایه های آناناسی ما بین پایه ها وارد میشم. 1 پایه بلند 1 زنجیره. 13 مرتبه باید این رو ببافم. این قسمتم دقیقاً قرینه این سمت رو براش انجام دادم. اومدم 13 پایه بلند بافتم که ما بین هر کدوم یه تک زنجیره داره. حالا 3 زنجیره میزنم. 1 2 و 3. خودم رو میرسونم بالای سر این فضای صدفی و پایه صدفیم رو اینجا با 2 پایه بلند 1 زنجیره و 2 پایه بلند دیگه میبافم. صدفی رو بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم و این صدفی که از ابتدای کار نیمه بافته بودم رو هم کامل میکنم. با 1 پایه متوسط اتصال رو هم انجام میدم. دقت کنید اتصال توی هر رج باید انجام بشه. توی این رج دوباره 3 پایه بلند و کنارش 3 زنجیره و 1 پایه بلند اینجا میبافم. کار رو با 3 تا زنجیره و 1 پایه بلند اینجا شروع کردم. دوباره 3 زنجیره میزنم و میام این قسمت ما بین پایه ها 1 پایه کوتاه. 1 2 3 تو فضای بعدی ما بین پایه ها 1 پایه کوتاه. 1 2 3 زنجیره ما بین پایه ها 1 پایه کوتاه. رو تک تک این پایه ها پایه کوتاه 3 زنجیره و 1 پایه کوتاه میبافم و میخوام آناناس رو باز کنم و شروع کنم. 3 زنجیره ما بین پایه ها 1 پایه کوتاه ببافیم تا این قسمت. ببینید کارمون به این شکل در اومد. ما بین تمام پایه ها 1 پایه کوتاه زدم. 3 زنجیره 1 پایه کوتاه 3 زنجیره 1 پایه کوتاه و آناناس رو به این صورت شروع کردم به بافتن. حالا میام این سمت دوباره 3 زنجیره میزنم. به پایه صدفیم میرسم. پایه صدفیم رو میبافم. دوباره 3 زنجیره و میرم برای بافت قسمت پشت لیفم. دقت کنید دوستان بعد این دیگه من فقط قسمت جلو رو بهتون توضیح میدم و پشت لیف دقیقاً قرینه همین سمت جلو هستش. این جلوی
قسمت جلو بود با هم دیگه بافتیم و هر کاری اینجا انجام دادیم قرینه این رو هم برای این سمت باید انجام بدیم و این انتها اتصال رو هر رج انجام بدیم تا کار زیباتری داشته باشیم. ببینید کارمون نیمه مونده، میایم اجرا میکنیم و بس رو حتما اینجا میزنیم. خب من پشت کار رو هم بافتم دقیقا مثل جلو. تو قسمت جلوی لیف هر کاری که انجام داده بودیم قسمت پشت هم به همون صورت انجام دادم. رسیدم انتهای رج این پایه صدفی نیمه بود، مثل هر رج کاملش کردم و با یک پایه متوسط اتصالم رو هم انجام دادم. حالا میام دوباره مثل شروع هر رج با 3 زنجیره و یک پایه بلند اینجا کار رو شروع میکنم. دوباره 3 زنجیره میزنم و خودم رو میرسونم به فضای آناناسیم. اینجا تو اولین 3 زنجیره یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 1 2 3 زنجیره، تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و تو فضای بعدی یک پایه کوتاه. دوباره این گل رو براش اجرا میکنم تا برسم به آخرین فضای 3 زنجیرم. 3 زنجیره و تو فضای بعدی یک پایه کوتاه رو میبافم تا این قسمت. تمام فضاها رو ببینید به این صورت 3 زنجیره، یک پایه کوتاه بافتم، رسیدم انتهای آناناس. حالا این قسمت دوباره میام 1 2 3 زنجیرم رو میزنم، خودم رو میرسونم به فضای صدفی. ما بین صدفی رج قبلم یک پایه صدفی دیگه میبافم. ببینید این سمت جلوی کار رو بافتم. دقیقاً همین بافت رو برای پشت کار هم باید اجرا کنیم. این ما بین 3 تا زنجیره دارم میبافم، اینجا پایه صدفی، دوباره 3 زنجیره و این قسمت رو دوباره مثل همون قسمت که با هم بافتیم 3 زنجیره، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه کوتاه و اینجا هم پایه های صدفی رو میبافم و انتهای رج رو هم میام کامل میکنم. 2 تا پایه بلند اینجا میبافم و با یک پایه متوسط کار رو میبندم. پشت کار رو هم ببافیم. پشت کار رو هم بافتم، اومدم این پایه صدفی نیمه رو هم کامل کردم، با یک پایه متوسط اتصال رو هم انجام دادم. میرم برای رج بعد دوباره کار رو با 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه همینجا با یک پایه بلند شروع میکنم. 3 زنجیره میزنم و دوباره میام تو فضای آناناسیم و با یک پایه کوتاه تو فضای اول اتصال رو شکل میدم. 3 زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی، دوباره یک پایه کوتاه و همین بافت رو براش تکرار میکنم. دوباره میام و این قسمت پایه های حاشیه‌ام رو میبافم و این بافت رو اونقدر تکرار میکنم تا این پایه های آناناسم جمع بشه و به یک دونه برسه. هر رج یه دونه از پایه ها داره ناخودآگاه برامون کم میشه. هر رج میام این پایه از این وسط شروع میکنم، از پایه اول شروع میکنم و یه دونه کار کم میشه. پس اونقدر میبافم این بافت رو به تکرار تا به یک دونه برسه و آناناس کاملا جمع بشه. ببافیم و برگردیم. کار رو به تکرار بافتم، آناناس رو کاملا جمع کردم. این روی کار، این هم قسمت پشت کار، دقیقاً قرینه و مثل هم دیگه. حالا رسیدم به این قسمت، به این رج که دیگه آناناسم یه دونه شده و باید اینجا چیکار کنم؟ میخوام این قسمت انتهایی رو هم با هم دیگه ببافیم. دوباره اینجا اتصال رو شکل دادم، 2 تا پایه ابتدایی رو زدم، 3 زنجیره رو میبافم و این قسمت خودم رو به سر این پایه آخر آناناسم با پایه کوتاه اتصال میدم. 3 زنجیره برای این سمت کار هم میزنم، پایه صدفیم رو میبافم و دوباره همین بافت رو برای پشت کار هم تکرار میکنم. دو تا پایه صدفی و این وسط هم پایه کوتاه. پشت کار رو هم ببافیم. پشت کار رو بافتم و اومدم رج رو بستم و کامل کردم. برای رج بعد دوباره
با 2 تا پایه که نیمی از پایه صدفیم هست کار رو شروع میکنم. دیگه با این فضا کاری ندارم. این فضا تموم شده. مستقیم میام سر پایه صدفی بعدی و پایه صدفیم رو میبافم. توی این رج فقط 4 تا پایه صدفی رو میبافم. این قسمت فضای زنجیرمه. 2 تا زنجیره میزنم. میام سر پایه صدفی بعدی. دوباره پایه صدفی رو میبافم. رسیدم به فضای پشت. برای این آناناس کاری ندارم. دوباره میام سر این پایه صدفی و پایه صدفیم رو میبافم. توی این رج 4 تا پایه صدفی رو هر کدوم رو سر جای خودش باید ببافم. رسیدم به انتهای رج. 2 زنجیره رو میزنم و این پایه صدفی نیمه رو هم میبافم. دوباره اینو با یک پایه متوسط به هم اتصال میدم. نگاه کنید این رج من 4 تا پایه صدفیه. 2 تا این سمت، 2 تا پشت کار و این قسمت های وسط هم 2 تا زنجیره زدم. حالا برای این رج دوباره با 2 تا پایه کار رو شروع میکنم. تمام صدفی ها رو میخوام به 2 پایه تبدیل کنم. 2 تا روی این، 2 تا روی این پایه، 2 تا روی این پایه. تمام صدفی ها به 2 تا پایه تبدیل میشن. یعنی کوچیک و کوچیکتر میشن. دیگه هیچ زنجیره‌ای هم ما بینش نداریم. حالا میام اینجا اتصال رو سر این پایه شکل میدم. یک پایه بست اینجا اتصال رو شکل دادم. حالا ببینید میخوام این قسمت جلوی آناناسم کاملا تیز باشه و کارم قشنگ تر باشه. این کار رو انجام میدم. میام از این وسط ببینید این قسمت حفره قلاب رو وارد میکنم. نخ رو میگیرم. با یک پایه بس خودم رو میرسونم وسط کار. 1 2 3 زنجیره میزنم. کنارش از همینجا یک پایه بلند میبافم. دوباره 1 2 3 زنجیره. برمیگردم به همین فضا با یک پایه بست و یک زنجیره کار رو تموم میکنم. ببینید این هم از قسمت پایانی آناناسمون. به این صورت یک شکل قشنگی بهش میدم. اضافه نخ رو هم میبرم داخل و پنهان میکنم. این از بافت قسمت پایین و آناناس لیفمون. تا اینجا ببافیم. ببینید دوستان هنرمندم کارمون به این شکل در میاد. یه کار فانتزی و خیلی خوشگل که میتونید برای جهیزیه عروس خانم ها ازش سفارش بگیرید و ببافید. یه کار فانتزی و فوق‌العاده خوشگله. اگر بخواین کار رو بزرگتر از این کنید باید این قسمت که پایه های اولیه آناناس رو میزنیم 14 تا پایه زده بودیم بکنید 16 تا و بزرگترش کنید. اگر میخواین کوچیکتر از این ببافید میتونید این پایه ها رو 12 تا ببافید. خیلی کوچیک میخواین میتونید 10 تا هم این پایه ها رو ببافید. اما ترجیح من بر اینه که کار رو از این بزرگتر نبافید. برای دست خانم ها مخصوصا رو جهیزیه که میخوایم بذاریم عروس خانم ها همین اندازه از زیاد بزرگش جالب نمیشه به نظر من. حالا میریم برای قسمت تزیین این بالای دسته لیفمون. برای این قسمت من از رنگ سبز استفاده میکنم و از همین قسمت پهلوی کار رو شروع میکنم. یک گره خفت میزنم و با یک زنجیره اتصال رو یک گره خفت میزنم و همینجا یک زنجیره میزنم. نخ رو اتصال میدم. نخ سر قلاب. میام تو فضای بعدی 6 پایه بلند میبافم. 2 3 4 5 و 6 پایه بلند. دوباره میام تو فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم. دوباره نخ سر قلاب. میام تو فضای بعد 6 پایه بلند میبافم. این رو دور تا دور براش تکرار میکنم و این حاشیه رو براش برای لبه کارم میبافم. به این صورت یک در میون توی یک فضا 6 پایه بلند، تو فضای بعدی یک پایه کوتاه. دور تا دور ببافیم.
دور تا دور حاشیه لیف رو بافتم، 20 زنجیره زدم و بندینک رو هم براش اجرا کردم که این رو دیگه همتون بلد هستین. تو پستای قبلی چندین بار بهتون آموزش دادم. 100 تا زنجیره زدم، از لابلای دسته ردش کردم، یک مقدار کشیدم که کارم خوشگل‌تر بشه و یک پاپیون اینجا براش گره زدم. موقعی که میخوایم ازش استفاده کنیم این گره رو شل میکنیم تا دستمون وارد لیف بشه. این هم از آموزش این لیف آناناسی بسیار زیبامون که توی هر رنگ ببافیش زیباست و بسیار هم پرفروشه، مخصوصا به عروس خانم ها. میتونی هر 4 فصل این کار زیبا رو بفروشی. الان که قیمت کانوا باز هم بالا رفته، این کارهای طرحدار زیبا رو تا 120 تومن میتونیم بفروشیم. این پستمون ادامه داره و تو پست بعدی میخوام یه کار زیبای دیگه از همین مدل بهت یاد بدم. پس با دقت این پست رو نگاه کن و یاد بگیر. منتظر پست بعدی باش.